طوری قبلا خبر دادیم چند روز پیش یک زن 29 ساله را با اتهام دزدیدن کودک شیرمک از درمانگاه طبی شهری رقم 13 شهر دوشنبه دستگیر کردند. اما جزئیات این حادثه گوش نشنید کودک ربایی و سبب انگیزه های دست به چنین کار زدن آن زن ناروشن باقی ماند. به اداره سامانه بامداد میسر شد که برخی تفصیلات این حادثه را معلوم کند. معلوم می شود احمدووا نگاره سال تولدش 1992 زاده دهه کمپیرقلعه جماعت چهارتیپه نوع رودکی که در حصار سفر کرده بود به سبب دیر باز کودکدار نشدنش به خاطر از طعنه اطرافیان راییدن دست به این کار زده است. بنا به اطلاع دریافتی نگاره احمدووا چند ماه باز خود را حامله وانمود میکرده است و برای این گویا به شکمش بالشت میچسبانیده است که به حامله بودنش باور کنند. روز 30 نوامبر او باید تولد میکرد و طبق نقشه در سرش کشیدهش به درمانگاه طبی شهری رقم 13 شهر دوشنبه رفته تقریبا ساعت 15:00 دقیقه در خبط دوم شفاخانه از یک زنی که کودک 2 ماهش را برای واکسینه زنی آورده بود خواهش میکند که برایش از داروخانه خبط یکم بنا دستپوشک خریده بیارد. دکتر به دستپوشک قبول نمیکند ولی من تولد کنیم قریب آمده است، بالای پایم برآمده و فرآمدن نمیتوانم. من کودکت را نگاه میکنم، خواهش میکنم برای من از داروخانه دستپوشک خریده بیار. خواهش کرده است نگاره از آن زن. آن مادر جوان باور کرده کودکش را به دست نگاره داده خودش برای خریدن دستپوشک پایین فرآمده است. ولی وقتی برگشت است دیده است که نه کودکش آنجاست و نه آن زن گویا حامله. نگاره احمدووا را بنا به اطلاع دریافتی بر اساس ثبت ویدیو کامراهای نظارتی و به کمک راننده تاکسی که او را به این شفاخانه آورده بود باز از این جا برد پیدا کردند. راننده تاکسی گفته است که او هم آن روز به حیرت افتاد چون که یک زن حامله شکمش دم را به شفاخانه آورد ولی بعد چند از آنجا این زن بدون یگان علامت حاملگی ولی یک کودک در دست بیرون آمد. نگاره احمدووا آن کودک را خودم نفت تولد کرده گفته به خانه‌اش به ایثار برده است و به شوهرش که در روسیه در مردکاری قرار دارد نیز زنگ زده خوشخبر را رسانیده است که ببین چه کودک زیبای برایت به دنیا آوردم. مردم از اصل واقعیت تنها وقتی خبردار شد که کارمندان میلیسا صبح 1 دکامبر آمده به دستان نگاره احمدووا زولانه زده او را بردند و کودک را به مادرش سپاریدند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه در اطلاعیه‌اش گفته بود که این زن با کودک دزدیده شده ساعت 4 صبح 1 دکامبر وقتی دستگیر شد که الکی بیرون از حدود پایتخت قرار داشت. حالا به ضد احمدووا نگاره بر اساس ماده 103 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. به این زن برای ربودن کودک بر اعلی نابالغ از 8 تا 12 سال زندان تهدید میکند.